سلام سلام، چه خبر؟ خوبید شما؟ یکم استریم و جا اندازیم و انشالله استریمون رو شروع میکنیم. یک لحظه صبر کنید بتونم کامنت های شما رو بخونم تا با هم دیگه صحبت کنیم. ای خدا، اگه کسی هست حتما مسیج بذارید که ببینم. خب اینو میذارم اینجا فعلا که دوستانی که میان پیامای هم دیگه رو هم ببینن. خب صفحه شو من چی نکردم، صفحهش هم میتونم مثلا بکگراند سیاهشو حذف کنم، ولی چون صفحه خودم یک کم تاره پیاماتون دیده نمیشن، واسه همین صفحه شو یا گذاشتم. سلام سلام، اگه کسی هست حتما پیام بذارید یا که خب من اینجا هم درستش کنم. یک لحظه صبر کنید و انشالله شروع میکنم. خب همه چیز خوبه، فکر کنم صدامو ببینم خوبه یا نه. الان کسی نیومده فکر کنم. صدامو کسی نیومده. خب آره صدامون که خوبه، انشالله بازی رو شروع میکنم الان. فقط اگه کسی اومد حتما تو چت حتما کامنت بذارید. بعد یه چند تا موضوع میخواستم بگم تا کسی بیاد بازیمون ببینه. اولیش این که لینک دونیت رو من گذاشتم اون بالا، هدفم هست دارید میبینید. لینک دونیت رو فکر کنم تو کامنت هم باید پینگ کنم، یکی به از دوستم بهم گفت. خب چطوری پین میشه این؟ یه درد سری واسه خودش. حالا از کجا من برم اینو پین کنم؟ ببینم از موبایل میتونم یا که نه، بهتره. خب از اینجا هم شاید بشه فکر کنم. کپی پس نه نشد که. سلام، اگه کسی هست حتما منتظر بمونید تا انشالله استریم ما شروع بشه. یه 5 دقیقه حداقل صبر کنیم تا دوستانی که هستند و بیان. خب فکر که بشه. خب از اینجا که نمیشه، ولی در بخش دیسکریپشن لینکش هست دیگه. و دیگه من نمیدونم اینجا چطوری کپی میشه. و این که اگه مثلا کسانی که میخواستن دونیت کنند یا که زحمتش رو بکشند استریم ما رو بهتر کنن، انشالله دیگه لینکش تو دیسکریپشن هست، از اونجا ببینید و حمایتاتون رو بفرستید. و نکته دوم این که من امروز دوباره دارم ماینکرافت بازی میکنم، ولی بازی
اساسن کرید بلک فلگ تازه اومده و این که من بخوام تا دانلودش کنم یکم وقت میبره. بعد اونو که دانلود کردم انشالله اونو بازی میکنیم. چرا که اینو هم بهتون بگم، من اولین چی که بستم کامپیوتر گیمینگی که بسته بودم به خاطر اساسین کرید بلک فلگ بود سال 2013. بعد اون موقع دیگه کامپیوتر اونجوری نبودن ولی 3 میلیون تومان واسم خرج داشت اون موقع. یعنی یک کامپیوتر بروز اون موقع که بخواستیم ببندیم یه 3 تومانی خرج داشت. بعد این که الان تازه اونو ریمیک کردن دیگه، درستش کردن، گرافیکش هم عالیه، همه چیزش عالیه. میخوام دوباره اونو بگیرم و با هم دیگه تو استریم بازی کنیم، چون اون موقع دیگه استریم نبودم ولی الان تازه دارم استریم میکنم. انشالله دیگه تو استریم بازیش کنیم. خب دیگه میریم سراغ بازیمون. الان دیگه 6 دقیقه گذشته. اگه دوستانی که اومدن حتما کامنت بذارن که کامنتاتون رو میخونم و با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بریم سراغ بازیمون. امروز دوباره دارم ماینکرافت بازی میکنم. بازی که خیلی مسخرش میکنن ولی بازی باحالیه، حتما بازی کنید. اگه اونایی که بازی کردن که خودشون میدونه چطوری بازیه. ولی از دوستان بلوچ که من تو لایوم بلوچی صحبت میکنم گاه گاهی، اگه اونایی که مثلا بلوچ باشن بیان کامنت بذارن. خب اون موقع دیگه معذرت میخوام بابت این که فارسی کنم، ولی چون میخواستم استریمم همش بلوچی باشه. خب اینجا اون موقع من اینجا تمومش کردم، 2 تا ایرن گولم هم اسپان شده، این یکی دیگه دمیجم خورده فکر کنم. خب الان دیگه باید بریم سراغ بازیمون. اینم بهتون بگم من دفعه قبلی آرمورمو دیگه تکمیل کردم. آرمورم تکمیل شده ولی چون خیلی از اون کتابایی که اینجا نوشته مثلا پروتکشن 2، ریسپیریشن 1 و انبریکینگ 2 داره که بعضم از ایچی خیلی بهتره. اینو باید دوباره انچنت کنم و پروتکشن و انبریکینگ این داره 2 ولی بیشترش هم میشه کرد. و این هم که هیچی نداره، فقط فایر پروتکشنه که واسه آتیشه. و اینا رو هم تکمیل کردم. این طوله رو اینا رو از ویلیجر گرفتم. اینو 2 تا دایموند خودم داشتم و از اونجا دیگه درستش کردم. امروز دیگه با ویلیجر کاری نداریم، ویلیجر همچنان دارن لبشتوری میکنن همونطوری که میبینید. ولی چون فکر کنم یا کار ندارن یا یک جای کافی ندارن، به خاطر همین این نشونه عصبانیت بودن ازشون بیرون اومد. و تنها مشکلی که الان فعلا ما داریم غذامونه، ولی بازم مشکل آنچنانی نیست چون ما یک گاوداری داریم. و اینم یه خالی بکنیم یا رو بذارم، این ضروری میشه. اینم این غذامون. غذا یکم دارم ولی بازم چون اونجا دیگه راهمون طولانی میشه. امروز میخوام برم تو اون قاری که پیدا کرده بودیم یکم چرخی بزنیم و هر چیزی اونجا میتونستیم ماین کنیم و برداریم. خب من اول غروب شد که چه زود تموم شده. ما میخواستیم تازه شروع کنیم دیگه، مغرب شد الان دیگه بعد بریم بخوابیم. خب این مزرعه‌مون هم تقریبا در اومده. میخوام این مزرعه‌مو خب فعلا که اومدم یکم تورچ اینجا بذارم تا روشن بشه، کنارش زیاد زامبی اینجا اسپون نشه. خب اینم از این. و این که خونه ها رو همه رو میخوام اونور بسازم واسه خودم و این مزرعه ها رو دوباره میبرم اون طرف. ولی فعلا چون شروع بازی و ما میخوایم یکم قوی بمونیم، برای همین فعلا که نمیشه خونه ساخت واسه خودمون. فعلا که یه خونه داریم تو ویلیج، بعدا اینو یکم خوشگلترش هم میکنیم. فعلا من برم اینا رو بچینم و دیگه برم واسه اون غاره.
من چیه نیاوردم اینجا درستش کنم. یک بخشید یه لحظه من رو بردارم ببینم. چوب ندارم. چوب نزدیکی است. نه فعلا ولش کن واسه دفعه بعدی. همیشه میگم دفعه بعدی ولی دفعه بعدی دیگه نمیاد. خب این فعلا که چیه تدارکیه. بعدا ما میخوایم اینو عوضش هم کنیم واسه همین دیگه زیاد بهش توجه نمی کنم این مزرعه رو. ولی بازم خوشگل بمونه که خیلی بهتره. من اینا رو برداشتم و بعد دوباره میخوام اینا رو بکارم. اینجا کم بخوره گشنه هم هست بیچاره از اینجا بخوره. سلام، اگه کسی تو استریم هست حتما کامنت بذارید تا با هم دیگه صحبت کنیم لذت بازی بیشتر بشه و اونایی که از بازی سر در نمیارن مخصوصا از قوم بلوچمون که متاسفانه بازی آنچنان رایج نیست اینجا، ولی بعضم اگه کمکی از دست من بر اومد که من کمک خواهم کرد. خب اینم از هویجمون. چون الان من تا برم تو اون غار یکم طول میکشه اونجا بگردم و یکم چیه دایموند همون الماس هم میخوام امروز معاین کنم به خاطر اینکه یک کتاب یه چی هست چی بهش میگن اونو چیه نوت کردم اسمشو انچنتیبل است. با اون انچنتیبل دیگه زرهامو خوب میکنم درستش میکنم و کتابم از ویلیجر میگیرم. اون موقع دیگه باید یک خونه درست کنم واسه ویلیجر و اونایی که مثلا اون کتابایی که من میخوام و از اونا بگیرم. شاید خیلی هاشون خود انچنتیبل بهم بده ولی بازم میدونم که نمیده. اینا رو هم بچینه. اینا رو هم اینجوری من ویل انداختم اینجا گاهی میفتن داخل آب ولی مشکلی نداره. بازم میتونم از اینا درست کنم و فارمش رو اتوماتیک میکنیم بعدن که نیاز نباشه ما اینجوری بیایم اینجا اینا رو برداریم با این مصیبت. خب بعدن که فارمش درست شد خودشون یه جا جمع میشن. سلام سلام، اگه کسی اومد حتما یک کامنت خوشگل بذاره تا ما بدونیم که دوستانی هم دارن ما رو میبینن. خب اینا رو که برداشتیم میبریم خونه یه جا میذاریم و میرم اون درخته. بعضی درخته هستن ولی میخوام این طرف بکارمشون چون اونجا زیاد چی شد. به دره چطور زد؟ اصلا به دره نمیخوره. اینجا من اینجا زدم به این دره خورده افتاد. چه جالب، اولین بار این اتفاق واسم میفته. بعد میخوام یک چیزی جدا باشه ولی چوب ندارم. اینجا میاندازمش. برو تو برو یا اضافی رو بردارم اونجا بیندازم تا اینا جا بشه. این دوتا گل رو میاندازم. بعد این غذا همه اینا رو هم باید ببرم اونجا. اینم ضرورت هم میشه اونجا میخواستم ولی اینا دیگه نمیشکنن ولی واسه تورچ ضروری میشه. آره واسه تورچ این میاد. من چی ندارم بکت. آها بکتمو فروختم با اون لاوایی که داشتم. بکتمو با همون دیگه فروختم. یه ایرن گولم باید بکشم. حضرت میخوام ولی دیگه باید یکی تونو بکشم. اونی که چی بود کجاست؟ سلام ایرن جون ببخش. بعد تبر میزنم این کردیم. گل بیا این گل واسه تو. نمیخوای؟ گل قرمز میخوای فکر کنم.
بیرون. دارم. کجا رفتی ای کوچولو؟ اینجایی. بفرما. قرمزم نمیخوای؟ بفرما. برش در. چقدر بالا پایین میکنه، خوشحاله از این که من اومدم تو روستاشون. خیلی خوشحاله. من میخواستم این گاوا یکم غذا بدم ولی فراموش کردم. مشکلی هم نیست. این درخت‌ها رو میخوام اینجا بکارم چون اونجا دیگه رشد نمیکردن. یکم دورتر بکارم که مزرعم خراب نشه. 1 2 3 4 اینجا. 1 2 3. اینم نشد. اینا رو یکی یکی میکارم. این گلامونن، اینا رو بذارم اینجا و دیگه هیچی نیست. یه چند تا گاوم بکشم واسه خودم و غذاشون رو بردارم. ولی اینجوری دیگه درست نیست. اینجوری اگه بکشمشون کم میشن، باید یکم غذا بهشون بدم بعد بکشمشون. خب دیگه میریم سراغ ماینمون. ولی من گمش کردم فکر کنم. آره اون اونجاست. سلام اگه کسی هست حتما کامنت بذارید و تا خستگی ما هم در بره. الان میبینید این چیه دیرتر در تموم میشه به خاطر اینکه این ریسپریشن 1 داره. بعد اگه ریسپریشن رو بالا کنم دیگه اون نفسش دیرتر میره. اینا رو که ماینکرافت بازا خودشون میدونن. من چی رو دارم تعریف میکنم خودم نمیدونم. ولی دارم یه صحبت های میکنم. چی شد؟ بارون داره میباره. عجب بارونی. ببینید کاش این بارونم تو روستای خودمون میبارید. ببینید عکسای روستا رو که تو اینستا دارید میبینید. بدبخت خشک شد دوباره. الان که فعلا خوبه هوا، خیلی عالیه به خاطر مزرعه ها. هوا خیلی خوبه ولی بازم من از اینجا چرا میرم؟ راستی یه جا درست کرده بودم از اونجا باید برم. فراموشش کردم. بارون اذیت نکنه خوبتون. بعضی وقتا رعد و برق که بیاد یه چیزای اسپون میشه اینجا دیگه. وای به حالتون. بارون فکر کنم زامبی هم اسپون میشه. حالا نمیدونم، شما اگه میدونید بهم بگید. من دفعه قبل این طرفا بیرون اومدم. حالا من نشانش نکردم ولی فکر کنم اینجا بود. یه تونیلی من درست کرده بودم از اونجا اومدم بیرون. کنار این درخته هم بود. آره ایناش. اینو دیگه مارک کنم چون من بعدا میخوام اینجا خونه بسازم. اینجا جای خوشگلیه. بعد اون روستایی هم کنار منه. اینجا میخوام خونه بسازم ولی فعلا برم ماین کنم. یه چند تا وسیله هم نیاز داریم. آیرن خیلی نیاز داریم به خاطر اینکه میخوایم آیرن فارممون درست کنیم. بعد یه چند تا چی هم نیاز داریم. این چی میگن دایموند نیاز داریم. و اگه چیز دیگه هم دیدیم که خیلی عالیه. خب هنوز باید برم پایین تر. اینجا فکر کنم جایی که من باید برم. میبینی دیگه زامبی هم داره میاد. زامبی جون من دیگه من قوی شدم یکم. یار نه ایدولی ما این قدم قوی نیستم. بزن مورد. خب اینجا رو هم من یکم تورچ بذارم به خاطر چی نورانی خیلی. اینا تو آب میمیرن. خب اینجا هم تورچ که من ندارم. توبم نیاوردم زیاد واسه. سلام اگه کسی هست حتما کامنت بذارید تا با هم دیگه یه گپ و شپی بزنیم.
خب دیگه چی هست؟ لپس لازولی هست. لپس لازولی زود یه منو پر میکنه کیف منو. با این که یکی زدم ببین چقدر اومده 15 تا. بعد اینم فکر کنم اون چیو نداره، افشنسی و بریکینگ داره. خب این هم واسه غاب علیه. تو از کجا اومدی؟ خودش میمیرم اینجا ببینید، من نمیکشمش. اینجا چی هست؟ هنوز داره میره پایین. یه راه واسه خودم درست کنم بهتره. این بعدن که اومدم اوه مای گاد، اینجا من نمیرم. اینی که میبینید این خیلی خطرناک. آیرن هم داره ولی فکر نکنم ایده خوبی باشه، چون اینجا بعضی از اینی فکر کنم صدا که میده بعد اون صدای به گوش یکی از باسا میخوره، بعد اون باس اسپان میشه اینجا. اون که اسپان شد دیگه من نمیتونم یه کاری کنم. ولی اینش اینی که میبینید خیلی خطرناکه. Hello goodness HSH. Hello how are you? Are you Englishman? او باید برم ولی خطرناکه. اونجا یه چند تا چی من دایمون میبینم ولی اگه صدا پا بدم اینجوری آهسته دارم میرم الان. اگه اینجوری برم دیگه وای. اینجا هم داره. وقت خوبی فکر کنم باید برم دیگه. اگه اسپان شد مردم، کارش نمیشه کرد. یه چستم اینجا هست. نظرتون چیه دوستان؟ باید برم یا که نه؟ من کامنت بذارید. او مای گاد، این چیه؟ دایموند یه چیز دیگه است. تو اینجا هم صدا میده یا نه اون پایین فقط؟ چون من زیاد این اون موقع که من بازیش کرده بودم چی بود این؟ آخرش خدا رو شکر. اون موقع که من بازی میکردم چی بود؟ 1.16 بود، بعد 1.17 تازه. چه کار من که تموم شد دیگه اینجا. حالا چرا باید اینجا باشه؟ مای گاد، هنوزم هست. که هست یا نه؟ نه دیگه تموم شد. هلو how are you؟ خب اون موقع که من بازی میکردم یک نسخه 1.16 بود، بعد چی بود؟ این باسه اون موقع نبود اینجا و این باسه تازه فکر کنم 1.20 اومد، 1.18 اومد، نمیدونم. من 1.17 شو یکم بازی کرده بودم ولی دیگه بازیش نکردم. بعدا هم بزنم برم یکم عقب اونا رو هم بزنم و برگردم. و این زامبی هنوز منتظر منه. بیا پسر. بمیر گم شو. مگر نزن کسافت. من چیه‌مو نزدم، بذار اینو بزنم. اینو چرا من زدم؟ 6 تا دایموند پیدا کردیم و 6 تا دایموند کارمون را میفته. فکر نکنم بخوام زیاد اینجا این بمونم، بعد برم خونم رو درست کنم. این گلده رو هم بردارم از اینجا بهتره. میدونی گلده واسه چیه دیگه؟ گلده واسه این که با
بعضی از آدم هستن تو ندر با اونا ترید کنم. یاد آیرنم پیدا نکردم ولی بعدم هزیتی بهتره و میرم هنوز میگردم تا دوستان بیان و کامنت بذارن. خوشگل شروع کنیم به ساخت خونمون. رو هم بردارم، نه هم خیلی ضروریه. ردستون. سلام اگه کسی هست حتما کامنت بذارید، اگه فارسید، اگه نه به انگلیسی هم کامنت بذارید. تو بلدی چقدر آیرن داره؟ آره آیرن هم رفت. ای زامبی که صاف اینجا خیلی آیرن داره. کریپر کنار من بود، من صداشو نشنیدم چون گوشیم این طرف دیگه آواز نداره. این پشت سرم صداشو خوب نشنیدم. وقتی میخواست بترکی دیگه صداش اومد. واسه من خطرناکه بخوام تو این غاره بمونم. ای خدا یکی هیچی نیست. تورچم دیگه داره تموم میشه. من تو یکی هست این طرف چی بود اسمش؟ ویش ویش داره میاد. صدای چیه؟ اسپایدره. اینجا هیچی نیست. به فعلا برم اینا رو بردارم و برم ببینم جلوتر چی هست. تورچم تموم شده. این یکی تورچ نمیخوام بذارمش، میخوام تو دستم باشه ببینم اینجا اونجا رو یه نگاهی بیندازیم. خب دوستان اگه کسی هست حتما کامنت بذارید. یه کجاست؟ اسپایدر صداش داره میاد ولی خودشون. ای مرض کجا بودی؟ من فکر کردم ردستون. این اینجا اینجا بوده. من این ردستونه رو داشتم میکردم فکر کردم ردستون اینجا. این گلده رو مگه من پر نداشتم. خب اگه چیزی جا موند حتما تو کامنت ها بهم بگید و من فراموش نکنم. میرم جلوتر و اینا رو فراموش میکنم. ای آیرن هم هست. برم بالاتر. این چیه نیفته سر بود خوبه. باید جای این چیو چه مرگ اسمش ولی جاش معلومه دیگه. چقدر بالا هستیم. جای اون باسه من اسمشو فراموش کردم. شما اگه میدونید حتما بهم بگید اسمشو. من چون تو زمانی که من بازی میکردم نبود بعد اسمشم یادم نیست. اون کثافت نیاد اینجا کارمون خراب نکنه. یکم برم بالا چشم تو چشم نباشین. زامبیه داره میاد ولی مشکلی واسه زامبیه من ندارم. دست این آخرش این. مردی کثافت دسته. چیه اسکلتن اینجا بود بزنمش. کجا رفت؟ اینجا اسکلتن که بود. زامبی هم زامبیای جدید گم میشن. پایین من نرفتم فکر کنم. اینجا یه راه هست ببینیم چی گیرمون میاد. سلام اگه کسی هست حتما کامنت بذارید و من کامنتاتون رو میخونم.
فعلا که مشغولم ولی میخونم. اینجا هیچی نیست. کم لپز لازولی اون بالا هست، برم اونا رو هم بردارم. از این سیاهل سنگای سیاه هم من خیلی لازم دارم به خاطر خونم. او جرا ماوس من موقعی که میخوام استریم کنم گیر میکنه، نمیدونم مشکلش چیه. هیچی دیگه نیست، یکی فقط اینجا که هیچی نیست. این طرفم گلد و آیرن. خب دوستان عزیز، حتما کامنت بذارید. دارم بار هزارمه. بعضی هستن میان و میرن، فکر کنم دوستان چی هستن انگلیسی آها این ما این پایین بودم، این اسکلتن بالا بوده. خب که اینطور من از این ورد میتونم برم یا نه؟ اوی افتادم، پام شکست. فکر نکنم بخوام که سنگم و اینجا ادر بدم. نزن کثافت، دارم میام، صبر داشته باش. برو پایین کثافت عوضی. او من از کجا رفتم بالا؟ او مای گاد، چقدر غار بزرگیه. ما اومدم خیلی عالیه، خیلی عالیه. چون میخوام اینجا بعد اون سنگایی که من همیشه میگفتم شکستنش آسونه و خیلی حال میده. این است صداشونو میشنوید؟ واسه نمکاری خونه خیلی خوبه. لا 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 لا. اوه تموم شد. Hello, how are you guys? Guys, talk to me. Please comment, please like, please subscribe. گلده خیلی بالان چرا؟ بخوام اوه آیرن. اوی مای گاد، رو بندازم. نمیخوام زیاد این چیه برن خراب بشن. زیادتر اومدم بالا. هیچی نیست، فقط واسه دوتا گلد این همه راه اومدم. اینو باشند از اینجا میرم بهتره. معاین اونجوری هم خوبه که مثلا واسه اینکه نمیرید زمین اینجوری بکنید و برید پایین، ولی چون لذتشو نداره. من زیاد اون بازی میکردم اون موقع اینجوری، ولی زیاد لذت بخش نیست. اینجوری عالیه، هم چیزی میبینید، هم این که چی میگن اینو، جای خوشگل مشکل میبینید واسه این که بعدا بازی کنید. اینا میفتن پایین، میرم پایین برشون میدارم. اگه بیان که خیلی عالی. نیومدن، رفتن پایین، برم از پایین برشون دارم. این صدای چی داره میاد؟ نترسونی مرو کثافت. او بریم که این گلدار رو هم برداریم با یه زامبی خوش. ای گلد منو تو برداشتی کثافت. بمیر. من اینجا اومدم واسه معدن، بعد گلدای منو ای کریپره. این میشه این من کار میکنم. این بدم خیلی هم عالیه. اینجا ببینید همه چیز هست. واسه همین میگم اینجوری من کردن خیلی حال میده. من اینا رو بکنم بعد برم پیش کریپره. کریپر کجا رفت؟ کریپر کجا رفت؟ خب من اینا رو بردارم. من نمیدونم کام
کثافت کریپر کجاست؟ چون من صدای راستمو ندارم، اگه از راست بخواد بیاد به حمله کنه من صداشو ندارم، میتره که منو میکشه. ولی بازم خوبه چون دیگه لباس های دایموندی دارم، نمیمیرم، شاید دمیج بشم ولی دیگه من نمیمیرم. فقط کنار اون باسای بزرگ میمیرم. اونهاش این چیه؟ زامبی. زامبی از دور میبینه آدمو میاد، ولی کریپر فکر نکنم از دور ببینه. نزن کثافت. یک از لزولی بود. گولد چی؟ آیرن. چقدر بالا این چرا؟ بعد این همه برم بالا و بیام پایین. کجاست؟ کثافت یا وزی. برید پایین. مرض. یکی اومده پایین در ور میکن. چی آیرن منو برداشت. کثافت منو انداخت. او خیلی کریپر اونجاست. پشت سر منو ببینید چقدر کریپر. چون من الان تورچ دستمه و نمیتونم ارده تورچ بذارم، بعد پشت سرم هی داره زامبی اسپون میشه. بازم خوبه یک سرگرمی واسه اینکه اینا رو بکشم و یکم چی جمع کنم واسه خودم. XP HP نمیدونم ولی هر چی همونه. بعد یه چیز دیگه هم من لازم داشتم ولی بعدن بهتون میگم. این لاوا من لازم دارم به خاطر obsidian و با obsidian میتونم. چقدر بالا است اینا، من اینا رو بالا بر نمیدارم. کار من را افتاده دیگه. 4 تا برداشتم اصلا کافیه فعلا. بعدن اگه لازم داشتم میام. ولی لاوا اینجوری من نمیخوام. لاوایی میخوام که یه جا جمع باشه. اون لاوا هم نیست. اینجا جای خوبیه ولی واسه من نه. اونجا چیه؟ اینجا می لاوا است ولی این لاوا به درد من نمیخورن. لاوایی که من میخوام فرق میکنه ولی کنار لاوا هم نمیرم. بشکن دیگه کثافت. میخوای برم تو لاوا؟ خب دوستان، اگه کسی هست حتما کامنت بذارید. کامنت های خوشگل. حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید تا استریم های بهتری بهتون ارائه بدیم. خب الان زمان خوبی هم واسه استریم نیست، فکر کنم مشکلاتی ما داریم. اون مشکلات دیگه برم و چون لاوا من فکر کنم نزدیکی جنگل دیده بودم، برم اونجا لاوا رو بردارم و چیزی که نیاز داشتیم و فعلا برداشتیم. ولی من باید از اون را دوباره برم. اگه از اون را برم باید با زامبی های زیادی هم دست و پنجه نرم کنم. ولی میخوام فقط برم، نمیخوام جنگ کنم فعلا، میخوام برگردم. خب 1 2 3 شروع کنیم برای فرار. اول غذامون رو بخوریم. خب آماده الفرار. ردستون من دارم. آره 52 تا دارم. و نه کثافت سر رام وایستایی کرد. بریم زامبی من نمیخوام بعد کثافت. کریپره میتونم بکشمش؟ نه پشتمش.
پشت زامبی کسافت منو زد. بمیر گم شو. بمیر. این بیلچه رو هم بهم داد. خب دوستان بریم که فعال دمیج نخوریم. بریم از اینجا پایین و بریم سراغ سخت خونمون. و یه چیز دیگه واسه سخت خونه از این چوب سنگا خیلی من نیاز دارم، ولی بهتون میگم چه کارش میکنم. از اینجا که صرفت نزن منم. اینجا راه بود. ببینم چی هست داخلش. یک اسکلتن که بذار بیاد بزنمش. شاید لاوا باشه اینجا. اگه لاوا نیست شاید یکم دایموند بیشتری پیدا کردیم، ولی فکر نکنم ایده خوبی باشه چون زیاد وقتمو میبری. دوری بس لاوا هم هست، ولی از اون لاوایی نیست که من میخوام. اگه من مثلا برم اینجا، بعد اون چی بود که بهتون نشون داده بودم، بذار ببینم اگه پیداش کردم. این خوشگله سه خونه چی بود کل ایناش. اینو اگه مثلا من اینا رو بشکنم اون دیگه اسپان نمیشه، نمیاد بالا. ولی فعلا که بذار اینجا بمونه، جاشم یاد داشته واسه من. بعدا میام اینو لطو پارش میکنیم. اوی از اینجا هم راست. اینا رو همه رو باید بشکنم من. از اینجا نیافتم. خوبه بیافتم دیگه اسپون شده. اینا رو چطوری من جا گذاشتم؟ مگه من از اینجا نیومدم؟ چرا بهم نمیگید شما؟ خب اینا رو بردارم و برم رستونی بذارم اینجا ببینم چه خبره، ولی خیلی خبر است اینجا. خب اینا رو هم بردارم و بذار ضرورت نیست فعلا. اینجا چی داریم؟ هیچی نداریم. قبلا اینجوری نبود این تونل اینجوری باشن، الان خیلی این تونل. بعد قبلا هم غار به این صورتی نبود، غارای کوچک بودن، الان که خیلی بزرگ شدن. زیر زمین بزرگتر شده تو هندو ارژنه. اینجا چی داشتیم؟ من این چوبه رو من زدم یا نه؟ آره اینجا یه راه هست. این که بیام من یه سری از این طرف سر در آورده بودم. فکرم صافت من دیگه از تو نمی ترسم، من دیگه قوی شدم. زامبی هم بیاد. خب اینا رو بشکنیم. چیه یکی داره میزنه یا نه؟ چی میخوای اینجا؟ برو بمیر گم شد. نزن دیگه آدم کل خر. چرا من این رو جا بذارم حالا برم خونه وقتی میتونم این همه آیرن داشته باشم؟ نمیدونم این خوششانسی من تو دنیا واقعی کجاست. ولی فکر نکنم واسه دفعه بعدی من اینجا چیزی بذارم. جوری که دارم پیش میرم این آیرن رو دیدم دیگه از خود بی خود شدم. امروز فکر کنم همش باید آیرن فارم کنم. چند دقیقه از استریمم رفته.
فکر کنم استریم من لگ داره، نمیدونم حالا. اینجا که خوب نشون میده ولی چیه مشکلش چیه؟ نزن، من دارم با کریپر جنگ میکنم که ساعت عوضی بمیر گم شو. آدم که درد نخوریه، صبرم نمیکنه، من دارم با یکی جنگ میکنم بعد اون صبر کنه من اونو بکش. خب بریم بالا دیگه، تموم شد اینجا. بریم خونه مونو درست کنیم. من یه خونه میخوام بسازم عالی دیگه، ولی چوب هیچی من ندارم. نه چوب دارم نه سنگ دارم، هیچی ندارم. فعلا که باید اینجوری سر کنم، ولی درستش میکنم میبینید. الان میریم بالا درستش. چی شد؟ یه اسکلتن اینجا بود اومد پایین مرد، روز شده. کسی نیست؟ نه روز دیگه کسی نیست. خب اینجا جایی که ما میخواییم خونه خودمون رو بسازیم و اینا دیگه نباشه. مرض کریپر از کجا اومد؟ نگاه اینجا بندازم. این روشنه چه کنم؟ استریم ما به هم خورده و نمیدونم مشکلش چیه. یک لحظه صبر کنید، من استریم ما به هم خورده، داره مشکل میکنه واسمون و آره صدا داره میاد ولی بازم یه چیزای اینجا اشتباه است. فکر کنم اینترنتمون داره مشکل به مشکل میخوره و خونه رو فکر کنم بذارم واسه دفعه بعدی دیگه، اینجوری نمیشه ادامه داد. خب یه تیرم من خوردم. خب دوستان من میخوام اینجا استریممو تموم کنم، چون استریم داره یکم مثلا مشکل ساز میشه و نمیخوام اینجوری ادامه بدم. باید مشکلمو درست کنم بعد استریم بذارم. و امروزمون هم تو این غار گذشت، چیزایی دیدیم و برداشتیم. الان دیگه باید اینو تمومش کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم، ولی یه لحظه صبر کنید. خب امروز کسی نیومده تو استریمون و بعضی از دوستان اومدن، فکر کنم زبانشون یا فارسی نبوده یا این که بلوچ نبودن، حتما از طرف یوتیوب داشتن نگاه میکردن و شاید هم پاکستانی، هندوستانی یا که اون انگریز بودن. و دوستانی که حتما من تو چی نوشتم اگه عرب زبانی میتونید بذارید. بعد چیز دیگه نمونده. امروز استریم هم 1 ساعت شده و میخوام تمومش کنم. این استریم ها انشالله تو پیجم هست، در موقع میخواستید میتونید ببینید از اولشون، ولی فعلا که هیچ کس ندیده. خدا خیر کنه. خب دوستان ما امروز رفتیم ماین کردیم و یه جای خوشگلم دیدیم که انشالله در ویدیوهای آینده میریم اینجا ببینیم، اونجا رو فارم کنیم. ولی در ویدیو بعدی میخوام ساخت خونم رو شروع کنم، خونم رو درست کنم
امروز میخواستم درستش کنم ولی چون در استریمم داره یکم مشکل میکنه برای من و خیلی از دوستان امروز نیستن، مشغولن فکر کنم و برای همین امروز نمیتونم استریممو زیاد طولانی کنم. خب تا این موقع شاید یکی بیاد با هم دیگه حرف بزنه، اگر نیومدم ویدیو رو تموم میکنم. و یه موضوع دیگه هم میخواستم بهتون بگم اینه که من میخوام بازی اساسین کرید اون جدیدش رو میخوام دانلودش کنم، انشالله اونم بازی کنیم با هم دیگه فان کنیم و دوستانی که میان تازه انشالله استریم ما رو از دست ندن. ولی ماینکرافت همیشه ادامه میدیم، ماینکرافت جزء اولین است دیگه، انشالله این ادامه میدیم. اونم ویدیوشو گرفتیم یا این که لایو رفتیم، شاید لایو بریم، 1 ساعتی نیم ساعتی لایو بریم، حتما ببینید. خب واسه امروزمون اینقدر کافیه. واسه ساخت خونه اگه ایده داشتید حتما بهم بگید، در کامنت ها بهم بگید، با هم دیگه ببینیم چی میشه. و اینکه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله دیگه میبینمتون توی استریم دیگه، شاید هم هشکی جور کنه انشالله و هشکی بریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدایا رو نگهدارتون، مواظب خودتون باشید تو این روزای سخت کشورمون، انشالله که همه چیز رو به راه بشه، همه چیز به جای خودش بیاد و که همیشه خوش باشید. تا یه ویدیو دیگه و یه استریم دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. به قول مولوچه وشی.